نوار با همکاری نشر نی تقدیم می‌کند. ایران، جامعه کوتاه مدت. بررسی مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت در ایران. ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات، حتی تغییرات مهم و بنیادین، اغلب عمری کوتاه داشته است. این بی تردید نتیجه فقدان یک چهارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می توانست تداومی دراز مدت را تضمین کند. در دوره‌های کوتاه مدت حضور طبقات لشکری، دیوانی و مالک چیزی نمایان بود. اما ترکیب این طبقات بیش از 1 یا 2 نسل دوام نمی آورد. برخلاف آریستوکراسی سنتی اروپا یا حتی طبقه بازرگان این جوامع، در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی عمری کوتاه داشت. دقیقاً بدان سبب که این امتیازات چیزی شخصی شناخته میشد و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض ناشدنی نبود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت جز در مواردی معدود حاصل توارثی دراز مدت، مثلا بیشتر از 2 نسل قبل نبود و اینان انتظار نداشتند که وارثانشان بنابر حقی بدیهی در این موقعیت باقی بمانند. این وارثان تنها در صورتی بر آن جایگاه باقی می‌ماندند که می‌توانستند شایستگی خود را به اثبات برسانند و این شایستگی چیزی نبود مگر خصائلی شخصی که برای موفقیت در فلان عرصه اجتماعی ضروری شمرده می‌شد. بدینسان در این جامعه تحرک اجتماعی بسیار بود، تا حدی که در تاریخ قرون وسطی و تاریخ جدید اروپا اصولاً قابل تصور نبود. حتی جایگاه شاه هم در این میان مستثنا نبود، زیرا مشروعیت و حق جانشینی کم و بیش همواره در معرض چالش‌های جدی و حتی شورش قرار داشت. گویاترین کلام برای توصیف ماهیت کوتاه مدت جامعه ایران اصطلاح خانه کلنگی است. بیشتر این خانه‌ها بناهایی است که بیش از 30 یا حتی 20 سال ندارد و اغلب از شالوده و اسکلتی مناسب نیز برخوردار است. در مواردی معدود این خانه‌ها ممکن است فرسوده شده باشد و نیاز به مرمت داشته باشد. اما آنچه سبب محکومیت آنها می شود و در نهایت ساختمان را بی ارزش قلمداد می کند و فقط ارزش زمین را به حساب می آورد، این داوری است که معماری این ساختمانها و یا طراحی داخلی آنها بنابر آخرین مد و پسند روز کهنه شده است. بنابراین به جای نوسازی آن خانه یا هر بنای دیگر و افزودن بر سرمایه مادی موجود، کل آن ساختمان به دست مالک یا خریدار ویران می شود و بنایی جدید بر زمین آن بالا می رود. از این روست که صاحب این قلم گاه برای توصیف جامعه کوتاه مدت ایران آن را جامعه کلنگی نامیده، یعنی جامعه‌ای که جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و ادبی آن پیوسته در معرض این خطر است که هوا و هوس کوتاه مدت جامعه با کلنگ به جانش افتد. از آنجا که تداوم دراز مدتی در میان نبوده، این جامعه در فاصله 2 دوره کوتاه تغییراتی اساسی به خود دیده و بدین ترتیب تاریخ آن بدل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته شده است. بنابراین اگر بدین معنی بگیریم، تغییرات این جامعه فراوان و اغلب نمایان بوده و چنان که گفتیم تحرک اجتماعی در درون طبقات گوناگون بسیار بیشتر از جوامع سنتی اروپایی بوده است. اما بنابر آنچه گفتیم، در این جامعه انباشت تغییرات دراز مدت، از جمله انباشت دراز مدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار بوده است. بدیهی است که این نهادها در هر دوره کوتاه مدت وجود داشته یا به وجود آمده است، اما در دوره‌های کوتاه مدت بعدی یا بازسازی شده و یا دستخوش تغییراتی اساسی شده است.
نشانه‌های ماهیت کوتاه مدت جامعه به معنایی که یاد کردیم در سراسر تاریخ دیرینه ایران، خواه دوران پیش از اسلام و خواه دوران اسلامی یافت می شود. در اینجا سه ویژگی عمده این ماهیت را که رابطه نزدیک با هم دارند به گونه‌ای مختصر تحلیل می کنیم. 1. مشکل مشروعیت و جانشینی و قربانی شدن بسیاری از فرمانروایان، سایر اعضای خاندان سلطنتی و نیز وزرا و فرماندهان نظامی در پای این مشکل. 2. بی‌اعتبار بودن مال و جان. 3. مشکلات انباشت و توسعه. مشکل مشروعیت و جانشینی. یکی از ویژگی‌های عمده جامعه کوتاه مدت آزمون ناپذیری معیار مشروعیت و جانشینی بود که بسیاری از فرمانروایان و سایر اعضای خاندان سلطنتی و نیز وزرا و فرماندهان نظامی قربانی آن شدند. در دولت‌های فئودالی و نیز در نظام‌های سلطنتی مطلقه اروپایی که بعد از رنسانس به قدرت رسیدند، قواعد مشروعیت و جانشینی معمولاً ثابت و نقض ناشدنی بود. نخست زادگی قاعده‌ای بنیادین بود که هم در دولت‌های متأخر فئودال و هم در سلطنت مطلقه مسئله جانشینی را حل می‌کرد. این قاعده در عین حال در مورد مالکیت نیز روا داشته می‌شد. نزدیکترین فرد به فلان دوک یا کنت اروپایی به همان اندازه در تصاحب ثروت و عنوان پدرش محق بود که نزدیکترین فرد به شاه در تصاحب پادشاهی او. این نزدیکترین فرد در هر دو مورد یا نخستین پسر بود یا نزدیکترین خویشاوند برجامانده. اما از قرن 16 چند زن در غیاب وارث مذکر معتبر و شایسته بر تخت نشستند. جیمز ششم اسکاتلند که بعدها جیمز اول انگلستان شد، به واسطه رابطه دور و پیچیده جانشین مشروع الیزابت اول شد و همان رابطه دور او را نزدیکترین فرد به شاه انگلستان کرد. در اینجا باید تأکید کنیم که شاه یا فرد آریستوکرات حق دخالت در قواعد جانشینی نداشت، حالان که بازرگانان و سایر سرمایه‌داران این حق را داشتند که وارث اموال خود را تعیین کنند. جای شگفتی نیست، زیرا بقای مالکیت فئودالی به این رسم وابسته بود و از سوی دیگر راه یافتن افراد غیر آریستوکرات به این طبقه برخلاف طبقه بازرگان بسیار دشوار و در مورد سلطنت اصولاً ناممکن بود. حتی در مورد لهستان که رسم گزینش شاه رواج داشت، این گزینش صرفاً از میان خاندان سلطنت یا خاندانهای کهن آریستوکرات صورت می گرفت. در اوایل دهه 1570 هانری دوک آنژو را به عنوان نزدیکترین فرد به شاه انتخاب کردند و او تازه به ورشو رسیده بود که به سبب مرگ برادرش شارل نهم با عنوان هانری سوم به پاریس بازگشت. جانشینی شاه بنابر سنت تثبیت شده اساسی ترین شرط برای مشروعیت شاه بود. هم در دولت فئودال و هم در دولت‌های مطلقه که 4 قرن یعنی از سال 1500 تا 1900 میلادی بر کل قاره اروپا حکم راندند. افزون بر این حمایت یا همکاری کلیسا نیز لازم بود، هرچند که قدرت کلیسا در اواخر این دوران کاستی گرفته بود. قدرت کلیسا بعد از جنبش اصلاح دین کاهش یافت و این کاهش قدرت حتی در کشورهای کاتولیک مذهب نمایان بود. با این همه کلیسا باز هم یکی از ارکان مشروعیت حکومت مطلقه به شمار می رفت. در واقع در کشورهایی چون اسپانیا، اتریش، فرانسه و انگلستان که برخلاف آلمان، هلند و سوئیس تحت حکومت شاهی واحد متحد شده بودند، وجود کلیسای اسقفی مقتدر برای تقویت اقتدار شاه ضروری شمرده میشد. جیمز اول که بر کشوری اساساً پروتستان فرمان میراند و افزون بر این خود را نظریه پرداز حکومت دسپوتیک میدانست، ورد کلامش این بود که اسقف نباشد شاه نیست. باید به این نکته توجه کنیم که اصل اسقف نباشد شاه نیست
در عین اینکه تأکیدی بر تأثیر کلیسای اسقفی مقتدر بر اقتدار شاه بود، وابستگی رسمی شاه را به طبقه‌ای از مردمان بیرون از طبقه او نیز نشان می‌داد. در حکومت مطلقه و نیز دولت فئودال، آریستوکرات‌ها یکی از ارکان اقتدار شاه بودند، اما از قلمرو قدرتشان کاسته شده بود. در این دوران طبقات بازرگان یا بورژواها یکی دیگر از پایه‌های اجتماعی دولت به شمار می‌آمدند، تا آن حد که در اوایل دوران رنسانس دولت برای کاهش قدرت آریستوکرات‌های قدرتمند در پی جلب حمایت ایشان برآمد. شاید مهمترین مثال در این مورد پیروزی لویی 11 در قرن 15 بر اتحادیه مصلحت عمومی به رهبری شارل دلیر بورگوندی بود. اما چندی بعد آریستوکرات‌ها و نجیب زادگان بار دیگر در کنار کلیسا یکی از ارکان اجتماعی دولت شدند و با هم شالوده مشروعیت حکومت مطلق را تشکیل دادند. منطقی است اگر بگوییم آنچه مایه شوربختی چارلز استوارت شد این بود که این دو رکن عمده مشروعیت دست کم تا زمان محاکمه و اعدامش در ژانویه 1649 بر سر او با هم اختلاف داشتند. در همین دوران بود که بعد از مرگ لویی 13 و کاردینال ریشیلیو که در پی هم فرا رسید، شورش برخی از قدرتمندترین آریستوکرات‌ها و مقامات قضایی که به پارلمان پاریس مشهور بودند، آشفتگی بسیاری در حکومت شاه خردسال، لویی 14 و نایب السلطنه او، ملکه آن و صدر اعظمش کاردینال مازارین پدید آورد. در ایران هیچ قانون یا سنت تخطی ناپذیری وجود نداشت که جانشینی و یا مشروعیت را پیش از وقوع آن قابل پیش بینی کند. اساسی ترین اصل برای جانشینی و مشروعیت نخست زادگی نبود، هرچند که پسر یا خویشاوند فرمانروا از موقعیت بهتری برخوردار بود. قاعده اصلی برخورداری از فر ایزدی یا فیض الهی بود. هر کس که از این فیض الهی بهره داشت می توانست بر تخت دست یابد و بدین ترتیب حکومت او مشروعیت می یافت. نظریه یا اسطوره فر ایزدی و پیامدهای برخورداری از آن یا از دست دادن آن در عمل در سراسر شاهنامه فردوسی از جمله در بخش اساطیری، قهرمانی یا حماسی و نیز در بخش تاریخی به چشم می‌خورد. نکته مهم این است که این فر در یک مورد صورتی مادی می‌گیرد و شاید مهمتر این باشد که این تجسد در بخش تاریخی روی می‌دهد، یعنی در داستان اردشیر پسر بابک، زاده ساسان و بنیانگذار امپراتوری ساسانی. آنگاه که اردشیر از دست آخرین امپراتور اشکانی اردوان می‌گریزد، اردوان در تعقیب او به شهری می‌رسد که قبلاً اردشیر از آن گذشته است. شاه اشکانی از مردمان سراغ اردشیر را می‌گیرد و به او می‌گویند: همی برگذشتند پویان به راه، یکی باره خنگ و دیگر سیاه. به دم سواران یکی غرم پاک، چو اسبی همی برپراکند خاک. وزیر اردوان به او میگوید تعقیب این سوار بیهوده است، زیرا فر ایزدی به صورت میشی همراه اوست. به دستور گفتان زمان اردوان، که این غرم باری چرا شد دوان. چون این داد پاسخ که این فر اوست، به شاهی و نیکختری پر اوست. گر این غرم دریابد او را متاز، که این کار گردد به ما بردراز. چو بشنید زو اردوان این سخن، بدانست کاواز او شد کهن. عین این ماجرا به گونه‌ای مشروح‌تر در کارنامه اردشیر بابکان آمده است. در سنگنگاره نقش رستم اردشیر را می‌بینیم که فیض یا فر ایزدی را به صورت تومار فرمانی از دست اهورامزدا می‌ستاند. آنچه گفتیم ماهیت ماوراء الطبیعی و اساطیری فر را نشان می‌دهد. بنابراین روشن شد که الف، فر و برخورداری از آن موهبتی الهی است که کیفیاتی فراهنجاری یا اسرارآمیز به همراه می‌آورد. ب، برخورداری از این فر
آزمونی بنیانی برای جانشینی و مشروعیت است و فراتر از معیار نخست زادگی یا شاهزادگی قرار می‌گیرد. اما مشکل در این است که هرچند در دنیای اساطیری کرده‌های فوق طبیعی بروز می‌یابد یا آزمون‌هایی به کار گرفته می‌شود تا مشروعیت مدعی را اثبات کنند، در دنیای واقعی هیچ آزمون آشکاری در کار نتواند بود، یعنی آزمونی مثل نخست زادگی که همه افراد ذینفع بتوانند آن را آشکارا مشاهده کنند. نکته آخر اهمیتی فوق‌العاده دارد. فرمانروای مشروع حاکمی بود نظر کرده خداوند که میبایست به نیابت خداوند در عالم خاکی فرمان براند. دو فرق اساسی میان نظریه فر ایزدی و نخست زادگی اروپایی وجود دارد. نخست اینکه در عالم واقع آزمونی عینی برای تعیین مشروعیت جانشین و حکومت او وجود ندارد. به عبارت دیگر این راز تنها از این طریق گشوده میشد که ببینند فرد مدعی در نشستن بر تخت شاهی موفق می شود یا نه. اصل نخست زادگی بی هیچ ابهام مشروعیت را به نزدیکترین فرد به فرمانروا تفویض می کرد و این قاعده‌ای بود که خود شاه یا ارباب فئودال قدرت در افتادن با آن را نداشت. البته گاه اختلافاتی در این مورد بروز می کرد، مثل اختلاف میان ویلیام نورماندی و هارولد انگلستان، که هرچند در نهایت گشادن گره به شمشیر سپرده شد، در مرحله اول مبارزه‌ای قانونی در گرفت که در آن پاپ به نفع ویلیام رأی داد. در موارد دیگر شورش خیانت شمرده میشد و حتی در مواردی که به پیروزی می انجامید نمی توانست ادعای مشروعیت داشته باشد، مگر آنکه امیری از آریستوکرات‌های والا مرتبه رهبر آن می بود و حمایت بخش عمده‌ای از طبقات حاکم، یعنی آریستوکراسی و بعدها نجیب زادگان را جلب می کرد. در این صورت جنگ داخلی روی میداد، مانند شورش پیروزمندانه هنری چهارم بر ضد ریچارد دوم یا جنگ گلها و حتی قیام هنری تئودور بر ضد ریچارد سوم که آخرین فرد از خاندان پلانتاژنه بود. همچنین در تاریخ فرانسه میتوان از شورش ناموفق هانری دوکگیز بر ضد هانری سوم و قیام پیروزمندانه هانری بوربون شاه ناوار علیه همان پادشاه فرانسه که آخرین شاه از خاندان والوا بود نام برد. حالان که بر مبنای افسانه یا سنت یا نظریه فر ایزدی عملاً هر فردی میتوانست قدرت را به دست آورد و بدین ترتیب دعوی فر ایزدی کند و هر فرد دیگر نیز امکان داشت با پیروزی شورشیان و سقوط از اریکه قدرت متهم به از دست دادن این فر بشود. دومین تفاوت اساسی میان این دو سنت از همان تفاوت اول حاصل می شود. از آنجا که جانشینی و مشروعیت در ایران کاملا در گرو فیض الهی بود که کم و بیش هر کس می توانست با اتکا بر تصاحب قدرت و حفظ قدرت خود را برخوردار از آن قلمداد کند، هیچ چارچوب قانونی مکتوب یا نامکتوب او را محدود نمی کرد. این فرد به همین علت نیازی به توافق هیچ بخشی از جامعه از وضیع و شریف نداشت و تنها متکی به اطاعت اجباری مردم بود و این کاملا برخلاف سنت اروپایی از دوران باستان تا قرون وسطا و دوران جدید و معاصر است. از این شواهد در میابیم که برخورداری از فر ایزدی یک آزمون داشت و آن پیروزی بود. یعنی این واقعیت که فرمانروا عملاً قدرت را در دست گرفته و آن را نگه می‌دارد. زیرا جدا از نمونه‌های اساطیری اردشیر و میش، نماد فر، گذشتن فریدون و کیخسرو از رودهای پهناور و خروشان و گذشتن سیاوش از آتش، روشن است که برخورداری از فر ایزدی بعد از وقوع واقعه تایید می‌شد و در دنیای واقعی فرمانروا به دلیل وقوع همان واقعه دارای فر شناخته میشد و مشروعیت می‌یافت و در آن زمان دیگر عملاً قدرت را در دست داشت و با اقتدار فرمان می‌راند. این وضعیت شبیه نظریه‌های مربوط به ولی فقیه در دولت اسلامی است که ولی را مظهر اراده خدا می‌داند و بنابراین صلاحیت او تنها به خواست الهی از میان می‌رود
و مردم یا جامعه هیچ تأثیری بر آن ندارند. امروز این عقیده در جمهوری اسلامی آشکارا کنار نهاده شده است. این سنت تأثیری دیالکتیکی بر موقعیت فرمانروا داشت. از یک سو برخلاف موقعیت فرمانروایان اروپایی، حتی فرمانروای مطلق، فرمانروای ایرانی را هیچ قانون یا سنت یا قید و بند زمینی محدود نمی کرد و او می توانست اقتدار خود را به اراده خود تا آنجا که توان مادیش اجازه میداد اعمال کند و این حد در مورد فرمانروایان دوراندیش با در نظر گرفتن مرزهای تحمل جامعه در برابر اقدامات او تعیین میشد. از سوی دیگر این فرمانروا همواره در هراس از کودتای درباریان یا شورش مردم به سر می برد. زیرا تنها چیزی که شورشیان احتمالی برای کسب قدرت با همان میزان از مشروعیت لازم داشتند غلبه بر فرمانروا بود. در واقع مشروعیت شورشی پیروزمند کم و بیش همیشه بیشتر از مشروعیت فرمانروای مغلوب بود. زیرا بنابر دلایلی که برخاسته از حکومت استبدادی است، ایرانیان معمولاً از فرمانروای خود بیزار بودند و آرزومند آن که یکی کمتر بیدادگر یا دادگرتر جای او را بگیرد. بدیهی است که دولت استبدادی و جامعه خودسر یا حکومت بی‌مسئولیت و جامعه نافرمان دو روی یک سکه بودند. این یکی دیگر از دیالکتیک‌های بنیانی تاریخ ایران بود. اسطوره نیابت فرمانروا از جانب خداوند چیزی خاص دوران باستان یا پیش از اسلام نبود. اصطلاح فر برای تایید مشروعیت الهی فرمانروایان اسلامی نیز به کار می رفت. فردوسی در اشعار مقدمه اغلب بخش‌های شاهنامه این واژه را در حق محمود غزنوی و سلطنت او به کار می برد. برای مثال: جهاندار محمود با فر و جود، که او را کند ماه و کیوان سجود. سر نامه را نام او تاج گشت، به فرش دل تیره چون آج گشت. و نیز در مقدمه داستان هفت خان اسفندیار: بگویم به تأیید محمود شاه، بدان فر و آن خسروانی کلاه. و باز در آغاز داستان رستم و شغاد: به نام جهاندار محمود شاه، ابوالقاسم آن فر دیهیم و گاه. خداوند ایران و نیران و هند، ز فرش جهان شد چو رومی پرند. تردیدی نیست که مفاهیم و نظریه‌های اقتدار دنیوی مشروع برخاسته از قرآن، منابع گوناگون سنت و مباحث الهیات و فقه و تصمیمات مبتنی بر این منابع بود. مقایسه هایی که در اینجا می‌آوریم صرفاً به کاربردهای عملی این مفاهیم پیش از اسلام و دوران اسلامی مربوط می شود و نه به سرچشمه‌های مذهبی یا اساطیری آن. درست همانطور که سلطنت و حتی خلافت مفاهیمی بود که بر اساس آموزه و سنت اسلامی به وجود آمد و توجیه شد، اما مشکل میتوان شباهت عینی گاه تا حد مسائل جزئی این مفاهیم را با سنت ایرانی پیش از اسلام انگار کرد. مشکل جانشینی تا قرن 19 هم بر جا بوده است. فتحعلی شاه بعد از مرگ پسرش عباس میرزای ولیعهد، نوه خود یعنی پسر عباس میرزا را به جانشینی برگزید، هرچند میدانست که این مسئله نارضایی‌های فراوان میان پسرانش برمی‌انگیزد و به همین دلیل هم اعلام ولیعهدی محمد میرزا را تا حد ممکن به تعویق انداختند. با این همه بعد از جلوس محمد میرزا به تخت شاهی برخی از عموهای او سر به شورش برداشتند. خود محمد شاه نیز بعدها مشهور شد که پسر جوانترش عباس میرزا را برای جانشینی به پسر ارشدش ناصرالدین ترجیح میداده. وقتی ناصرالدین شاه به تخت نشست، عباس میرزای 9 ساله اگر دخالت وزرای مختار روس و انگلیس و امیر کبیر به میان نمی آمد، جان خود را از دست میداد یا کور میشد. اما با همه این دخالت‌ها خانه و اموالش به فرمان شاه غارت شد و خود نیز بیشتر عمرش را در تبعید بین النهرین یا روسیه گذراند. اجازه سفر او به بین النهرین هم با اصرار فراوان وزرای مختار انگلیس و روس صادر شد
و هدف این دو آن بود که این نوجوان 13 ساله را از مرگی محتوم به فرمان برادرش شاه نجات بدهند. زیرا شاه از آن می ترسید که توطئه‌گران ناشناخته و خیالی این برادرش را به جانشینی او بردارند. مکاتبات میان سفرای خارجی و صدر اعظم ایران به راستی جالب است. یک بار وقتی سفیر انگلیس نوشت که نباید انصاف را فدای توهم وجود توطئه‌گران در اطراف این نوجوان بکنند، صدر اعظم در پاسخ همان منطق بیداد نظام استبدادی را پیش کشید و خاطر نشان کرد که در این مملکت آدم باید کار را بر پایه همین سوء ظن‌ها بگذارد، چون در غیر این صورت کلاهش پس معرکه میماند. این دقیقاً بدان سبب بود که در ایران مشروعیت همواره از آن برنده بود. صدر اعظم به سفیر نوشت که نامه او را به شاه گزارش داده. جناب جلالت مآبا، شرح مورخه مرسوله 14 ذیقعده و اصل و همان رسیله آن جناب جلالت مآب را به نظر اقدس همایون شاهنشاهی خلد الله ملکه و سلطانه رسانیده، فرمایش فرمودند در جواب به آن جناب اظهار دارد که همه آن تفصیلات دوستانه که نگاشته بودند محض خیرخواهی و دولتخواهی بوده است. لیکن میبایست آن جناب ملاحظه بعضی از قواعد و رسومات دولت ایران را کرده باشند و بدانند که در ایران آن قسمهایی که آن جناب منظور دارند از پیش نخواهد رفت و از شر مفسد جویان ایمن نمیتوان شد. هرگاه اولیای دولت ایران بخواهند از روی انصاف و عدالت در نظم مملکت و آسایش عموم خلق و رعیت بکوشند، لا محاله باید به محض خیال و تصور و گمان درباره هر کس که باشد همان آن در صدد دفع و رفع آن برآیند و به هیچ وجه خودداری و تأمل ننمایند. ولی درباره نواب عباس میرزا به قسمی که آن جناب هم صلاح دانستند به قسم معموله ایران روانه زیارت شود و دست فتنه کسان او کوتاه شود. اولیای دولت علیه مضایقه از اجازه دادن به او به زیارت عتبات ندارند. باری، مشکل جانشینی سرانجام با تضمین حمایت دو دولت بزرگ اروپایی از جانشینی ولیعهد برطرف شد. اما نکته بسیار جالب این است که ناصرالدین شاه که به هیچ روی بدترین فرمانروای مستبد ایران نبود، چیزی نمانده بود که حق جانشینی پسر ارشدش مظفرالدین میرزا حاکم آذربایجان را به پسر دیگرش ضلالسلطان حاکم اصفهان بفروشد. شاه به مظفرالدین میرزا نوشت که ضلالسلطان مبلغ 2 کرور معادل تقریباً 1,000,000 تومان برای این منصب پیشکش می کند. ضلالسلطان مردی بود شهره به سنگدلی و بی‌اعتنایی به وجدان و اخلاق. بنابراین مظفرالدین میرزا اقبال بلندی داشت که پیشکار خردمند و توانای او امیر نظام گروسی شاه را هشدار داد که ضلالسلطان ممکن است 10 کرور دیگر خرج کند تا منصب خود شاه را به دست بیاورد. البته در آن زمان همه می‌دانستند که ضلالسلطان دست به هر کاری از جمله خوشخدمتی برای انگلیسی‌ها می‌زند تا پدرش را از تخت فرو افکند. برای نشان دادن ماهیت پیشبینی ناپذیر امر جانشینی در ایران شاهدی معتبرتر از این نیست که تا 100 سال پیش شاه فروش حق جانشینی در عوض پول را ننگ و عار نمی‌دانست. باری در مملکتی که مشروعیت و جانشینی صرفاً وابسته به موفقیت فرد هر که بود در کسب قدرت و نگهداری آن بود، جای تعجب نیست که فرزندکشی، برادرکشی و پدرکشی در خاندان شاهی تا بدان حد رواج داشت. گذشته از کشتن، کور کردن و محبوس کردن دائمی فرد در اندرونی از تدابیر رایج صفویان بود. از همین اندرونی بود که شاه صفی برای تصاحب تخت و تاج پدر بزرگش شاه عباس اول سر برآورد و با قساوتی بیمانند حکومت کرد. با این اوصاف آسان میتوان دریافت که وزیران و مقامات عمده مملکت در چه محیط ناامنی کار میکردند و گاه کشته میشدند.
داستان دیرین مردان قدرتمندی که به تنهایی یا همراه خانواده‌شان به فرمان شاه نابود شدند، اگر به تفصیل حکایت شود، تاریخ هول‌آوری است که سر به چند مجلد خواهد زد. اندک بودند وزرا و بزرگان، خاصه افراد با کفایت، که از سوء ظن، خشم و مکر و حیله مخدوم خود جان به در بردند. خواه به این سبب که پادشاه از لیاقت و قدرت ایشان می ترسید و خواه بدان سبب که قصد تاراج مال و مکنت آنان را داشت و یا به هر دو علت. یکی از نمونه‌های متأخر این وزیرکشی ماجرای امیرکبیر است که همگان از آن خبر دارند. این سنت نیز مثل بسیاری از ویژگی‌های دولت و جامعه استبدادی چیزی ساختاری و نظاممند بود. نام ابوالفضل بلعمی، ابوالفتح بستی، ابوالعباس اسفراینی، احمد ابن حسن میمندی، حسنک وزیر، عمیدالملک کندری، نظام الملک طوسی، احمد ضیاءالملک، دو برادر شمس الدین و عطاملک جوینی، رشید الدین فضل الله، امام قلی خان، حاجی ابراهیم کلانتر، قائم مقام، امیر کبیر، آقاخان نوری، عبدالحسین تیمورتاش و بسیاری دیگر بی اختیار به یادمان می آید و این رشته دراز است از دوران سامانی تا امروز. بی‌اعتباری جان و مال. این ویژگی جامعه کوتاه مدت ایران مستقیما از ویژگی نخست سرچشمه می‌گیرد. از آنجا که شاه نایب خداوند بر روی زمین بود و به هیچ روی در برابر افراد و طبقات جامعه با هر مایه از فضل و اعتبار و ثروت ناچار به پاسخگویی نبود، بر جان و مال اتباع یا همان رعیت دستی گشاده داشت. آنگاه که فرمانروا خود مظهر دولت و مستقل از جامعه باشد، هیچ حقی مستقل از شخص او وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ شخص یا طبقه یا جماعتی قادر نیست مدعی حقی باشد، مگر آنچه فرمانروا اعطا کرده یا به تایید او رسیده است. و آنچه را که فرمانروا اعطا کرده، خود او یا جانشینش میتواند باز پس بگیرد، البته تا زمانی که قدرت اعمال اراده خود را داشته باشد. بنابراین هیچ قانون یا نظامنامه‌ای نیست که قدرت دولت را محدود کند یا در صورت تخطی و تجاوز دولت مورد استناد قرار گیرد. در واقع اصطلاح تخطی و تجاوز به معنای رایج اصولاً کاربردی ندارد، زیرا در جایی که هیچ حقی مستقل از فرمانروا وجود ندارد، حقی نقض نتواند شد، هرچند که معیارهای اخلاقی برای شناخت عمل تجاوز و تخطی وجود داشته باشد. این دلیلی روشن است برای اینکه چرا در ایران مالکیت خصوصی به معنای رایج در تاریخ اروپا نمیتوانست وجود داشته باشد. املاک خاصه، خالصه و دیوانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا فرمانروا بود. تعریف و گستره این املاک در دوره‌های مختلف و در سلسله‌های مختلف و حتی در دوران شاهان مختلف متفاوت بود. اما پژوهشگرانی چون فلور و پیش از او لمپتون اشاره کردند که حتی در دوران یک شاه املاک متعلق به دولت امکان داشت به اموال شخص شاه منتقل شود. نظام عایدات شامل اقطاع، طیول و سیورغال نیز با هم متفاوت بود و علاوه بر این هر قلم آن در طول زمان تغییر می‌کرد. معمولاً در یک زمان واحد انواع مختلفی از هر یک از این اقلام وجود داشت. این نیز نشانه است از فقدان یک چارچوب عادلانه مشخص و نشان می‌دهد که نه تنها حکومت استبدادی بود، بلکه نظام دیوانی آن نیز چنین بود. مهمترین جنبه این نظام، اگر بتوان نظامش خواند، این بود که اشخاص برخوردار از زمین یا عایدات آن هیچ حق مستقلی نسبت به آن نداشتند. این در واقع امتیاز محسوب می‌شد، نه حق. یعنی فرمانروا یا والی مورد حمایت او می‌توانست تا زمانی که قدرت داشت این حق را سلب کند. فلور معتقد است که نتیجه منطقی این وضع آن ضرب المثل معروف بود که هرچه بنده دارد
متعلق به ارباب اوست. صورت دیگر این ضرب المثل این است که بنده و هرچه متعلق به اوست مال ارباب است. این گفته در مورد وضع ایران مناسب تر است، زیرا چنان که خواهیم دید نه تنها اموال بلکه شخص رعیت نیز هر قدر هم که والا مرتبه بود در نهایت در اختیار فرمانروا یا کارگزاران او قرار داشت. از آنجا که حکومت مبتنی بر قانون نبود، قدرت، مالکیت و نفس زندگی را می توانستند بی هیچ تشریفات رسمی از فرد سلب کنند. این ناامنی در تمام اقشار و لایه‌های جامعه گسترده بود، از کدخدای ده تا پیشور و تاجر و کاسب و کارگزاران دولت و والی و حاکم و مستوفیان و وزیر و سرانجام خود شاه. تاریخ ایران آکنده است از نمونه‌های بیشمار این ناامنی مال و جان. چنان که اشاره کردیم، بسیاری از مقامات مهم مملکت بی هیچ تشریفات قانونی و محروم از هر نوع دادخواهی کشته شدند و یا اموالشان مصادره شد و علت این اعمال اغلب سیاسی بود. اما غارت اموال اشراف و بزرگان مملکت تنها به هنگام سقوط ایشان پیش نمی آمد. این بلایی بود که ممکن بود در هر زمان نازل شود. استاد بونصر مشکان دبیر از مهمترین و محترمترین مقامات دولت محمود و مسعود غزنوی بود. این مرد اقبالی بلند داشت که به مرگ طبیعی مرد. بیهقی که تاریخ خود را چند قرن پیش از صفویه نوشته، روایت می کند که اندکی پیش از درگذشت بونصر، سلطان مسعود به تحریک یکی از دیوانیان از هر یک از مقامات ایرانی یا تازیک از جمله بونصر تعدادی اسب و شتر طلب کرده بود. جملگی خاکساران فرمان را اطاعت کردند، اما بونصر به گفته بیهقی شکیبایی از کف داد، زیرا فکر می‌کرد آن مرد دیوانی با این کار تنها او را آماج گرفته بوده. پس سیاهی از آنچه داشت به خدمت سلطان فرستاد و گفت که این اموال را در طول خدمت دراز مدت در دولت به کف آورده. بنابراین جملگی به مسعود تعلق دارد و سلطان می‌تواند آنها را بستاند و حجره‌ای در قلعه‌ای به او واگذارد. سلطان از این پیغام به خشم آمد، اما بر این گستاخی چشم پوشید و بونصر را از آن طلب معاف کرد. بونصر چندی بعد درگذشت و از هر گونه روایت کردند مرگ او را و مرا با آن کاری نیست. هرچه بود سوگ بونصر را به احترام تمام برگزار کردند، اما اموال او را دولت مصادره کرد. چون این که از نوشته بیهقی برمیآید این کاری معمول بوده است و غلامان خوب به کار آمده که بندگان بودند به سرای سلطان بردند و اسپان و اشتران و استران را داغ سلطانی نهادند و بوسعید مشرف به فرمان بیامد تا خزانه را نسخت کرد. این مثال به دلایل بسیار اهمیت دارد، اما مهمترین دلیل این که نشان می‌دهد مصادره املاک و اموال مردی چون بونصر حتی با مرگ محترمانه‌ای که داشت کاری رایج بوده است. در تاریخ ایران از این گونه مصادره‌های دولتی فراوان به چشم می‌خورد و نشانه‌ای از این است که در این مملکت اموال شخص زنده یا مرده همواره در خطر مصادره بوده. خواه کل آن یا بخشی از آن، حتی در مواردی که شخص اسباب خشم شاه یا هر مستبد اختیاردار خود را فراهم نیاورده بود. در اینجا مثالهایی از قرن 19 می‌آوریم و بیشتر آنها جز مثال اول مربوط به اواخر قرن 19 است، یعنی زمانی که اغلب گردانندگان دولت از جمله شخص شاه به این باور رسیده بودند که راه نجات مملکت استقرار حکومتی منظم و مسئولیت پذیر است. در زمان محمد شاه بعد از مرگ منوچهرخان معتمدالدوله حاکم بسیار مقتدر اصفهان که هنگام مرگ بر مسند قدرت بود، املاک او را دولت مصادره کرد و جسدش در مقبره خصوصی دفن شد. آصف الدوله حاکم اسبق خراسان که بیدادش سبب شورش عظیم مردم شده بود، از حکومت خلع شد و کمی بعد خبر جنون او در همه جا پیچید. شایعه این بود که این مرد بسیار توانگر از بیم آنکه ناصرالدین شاه مال و منالش را بگیرد خود را به دیوانگی زده.
بعد از مرگ آصف الدوله، امین السلطان صدر اعظم به فرمان شاه دستور داد خزانه شخصیش را مهر و موم کنند و حتی کفنی که برای خود تهیه کرده بود در خزانه ماند. سرانجام مهر را شکستند و کفن را درآوردند، اما دوباره در خزانه را مهر و موم کردند و در نهایت مبلغی معادل 150,000 تومان از وراث او گرفتند. مصطفی خان امیر تومان حاکم اردبیل و خوی درگذشت. شاه خیلی غصه دار شد. بعدها شنیدم که آدم فرستاد تا خانه اش را مهر و موم کنند. میگویند پول بسیار داشته. یحیی خان خواجه نوری از ترس مصادره شاه بیشتر ثروتش را وقف کرده بود. مهدی خان از مقاماتی بود که مال و مکنت بسیار گرد آورده بود. وقتی مرد، شاه داد خانه اش را مهر و موم کردند و سهم عمده‌ای از ثروتش را گرفت. کامران میرزا سومین پسر شاه و وزیر جنگ، همسر فرمانده توپخانه را بعد از مرگ آن مرد به زندان انداخت تا ثروت او را مال خود کند. زن از پرداخت 70,000 تومان سر باز زد و کامران میرزا سرانجام به 30,000 تومان رضایت داد. ناظم الدوله که در آن زمان ثروتمندترین فرمانده قشون بود، با شنیدن این ماجرا تمام اموال خود را وقف کرد. در آستانه انقلاب مشروطه، میرزا محمود خان حکیم الملک، پزشک و مونس دیرین مظفرالدین شاه که این اواخر وزیر دربار نیز شده بود، مورد عداوت امین السلطان بود. این مرد در حکومت گیلان مرد. می گفتند ثروتی معادل 2.5 میلیون تومان گرد آورده بود. شایعه چنین بود که مسمومش کرده بودند. کل دارایی او را به حکم امین السلطان مهر و موم کردند. در اینجا نیز خوب است به منطق نظام توجه کنید. زیرا بنابر گفته مخبر السلطنه، از آنجا که بخش عمده ثروت گردآورده این مقامات خود حاصل غارت بود، مصادره اموال ایشان از جانب دولت اقدامی ناقض حقوق این افراد محسوب نمی‌شد. اینها صرفاً چند نمونه از غارت اموال بود که قربانیان آن از مقام یا از چشم شاه نیفتاده بودند و آماج خشم فرمانروا نیز نبودند. در این موارد فرمانروا از این اشخاص پول خواسته بود وگرنه خود گناهی نکرده بودند. اما مواردی نیز بود که فرمانروا جان آدمی بیگناه را در گرو پول می نهاد و مراد از بیگناه این است که شخص شاه کوچکترین خصومتی با این مقام نداشت. راوندی میگوید سلطان محمد سلجوقی مردی نیک نفس بود، اما عشق زیادی به گرد آوردن مال داشت. ضیاءالملک پسر نظام الملک و وزیر وقت مبلغ 500,000 دینار به سلطان پیشکش می‌کرد تا شخصی بسیار مهم را که سید هم بود به دست او بدهد و سلطان هم موافقت کرده بود. این سید که بویی از ماجرا برده بود، شتابان خود را به سلطان رساند و به او پیشنهاد کرد که در عوض 800,000 دینار ضیاءالملک را به دست او بسپارد. شرح معامله او چنین بود. به سلطان گفت: شنیدم که خواجه احمد ضیاءالملک این بنده را به 500,000 دینار می‌خرد. امید من این است که خداوندگار عالم فروش اولاد پیامبر را بر خود روا نبیند. این بنده وجه 500,000 دینار را به 800,000 دینار بالا میبرد، با این شرط که سلطان او را به دست من بسپارد. حب مال در دل سلطان قوی تر از رعایت جان وزیر افتاد و تقبل کرد که او را به دست سید بدهد. سید انتقام خود از خواجه احمد بستاند و احمد به بلایی گرفتار آمد که در حق امیر سید اندیشیده بود. این مربوط به 900 سال پیش بود. اما در اواخر قرن 19 رکن الدوله برادر ناصرالدین شاه که فقط 7 ماه حاکم فارس بود، شنید شاه در این فکر است که منصب او را به کس دیگری بدهد که پیشکش بیشتری تقدیم می کند. پس برای جلوگیری از این کار به هر راه متوسل شد که مؤثرترین آنها استفاده از نفوذ سوگلی شاه بر او بود. رکن الدوله که کینه دیرینه‌ای از قوام الملک، بزرگترین مالک و مقتدرترین فرد فارس به دل داشت، دستور داد چوب به کف پای او بزنند و به زندانش اندازند. آنگاه قول داد که مبلغ 100,000 تومان به شاه
و 30,000 تومان به امین السلطان صدراعظم می‌دهد تا قوام الملک را به او بفروشند. شاه و صدراعظم هم به سبب نفوذ عموی قوام و هم شاید از ترس بدگویی اروپایی‌ها قبول نکردند. اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات خود می‌نویسد: رکن الدوله بعد از ورود به شیراز قوام الملک را چوب زده، حبس نموده و به تهران عریضه کرده 100,000 تومان به شاه و 30,000 تومان به امین السلطان میدهم او را به من بفروشید، یعنی اختیار جان و مال او را داشته باشم. چون قوام برادرزاده صاحب دیوان و از آن طرف این دوره مثل زمان فتحعلی شاه نیست که بشود اعاظم و رجال را خرید و فروش کرد، فرنگی ها به صدا در میآیند، نشد قوام را بخرد. این واقعه در اوایل دهه 1890 معادل 1309 قمری روی داد. اشاره به فروش اعاظم و رجال در دوره فتحعلی شاه حرف بی‌پایه‌ای نیست، چنان که امین الدوله در خاطرات خود می‌نویسد: حتی نوکرهای دربار و اعیان دولت را فتحعلی شاه به یکدیگر می‌فروخت و مال و جان چنان که مصطلح متملقین ایرانی است از متملکات حقه شاهنشاه معدود می‌شد. اما چنان که در مثال مربوط به دوران سلجوقیان دیدیم، این شیوه از ابداعات قاجاریه نبود. در واقع این گونه کارها بخشی از ساختار اجتماعی بود و مشکل میتوان باور کرد که در دورانهای دیگر نظیر نداشته. بنابراین خطاست اگر آنها را به انحطاط اخلاقی شاه یا وزیر یا حاکم یا هر کس دیگر نسبت دهیم. تردیدی نیست که برخی از اینان سنگ دلتر و حریصتر از دیگری بودند، اما اصل مسئله چیزی ریشه‌دار و نظاممند بود. همان ضرب المثل یاد شده به راستی در مورد این وضع صدق می کند. بنده و هر چه متعلق به اوست مال ارباب است. مشکل انباشت و توسعه. اگر نکته‌ای وجود داشته باشد که تمام نظریه‌های عمده توسعه اقتصادی بر سر آن توافق داشته باشند، آن نکته این است که انقلاب صنعتی نتیجه انباشت دراز مدت سرمایه تجاری و بعد سرمایه صنعتی بود. انباشت دراز مدت سرمایه شرط لازم اما نه شرط کافی برای توسعه اقتصادی مدرن بود. بدون این انباشت نه سرمایه گذاری لازم در عرصه تجاری که به یکپارچگی بازار داخلی و گسترش مداوم تجارت خارجی انجامید صورت می‌پذیرفت و نه این فرایند به تولید کالاهایی می‌انجامید که اختراعات جدید و به کارگیری تکنیک‌های تازه در کشاورزی و صنعت را ممکن می‌کرد. الکساندر گرشنگور در توصیفی روشن و جامع فرایند صنعتی شدن اروپا را تا قرن 20 در 3 مرحله از کشورهایی چون انگلستان که آغازگر این فرایند بود تا کشورهایی چون آلمان و اتریش و روسیه و اروپای شرقی بررسی کرده است. در گروه اول این کشورها این انباشت در دوره طولانی در بنگاه اقتصادی صورت گرفت. در گروه دوم بانک‌ها نقشی عمده در تأمین مالی فرایند صنعتی شدن داشتند و در گروه سوم دولت عامل عمده بود. این نکته ساده اما بسیار مهم، یعنی ضرورت انباشت دراز مدت سرمایه را اقتصاددانان کلاسیک کشف کردند. اینان دریافتند که بنگاه اقتصادی برای گسترش نیاز به انباشت دارد و برای انباشت باید اول پسنداز کند. این همان چیزی بود که گاه سرمایه می نامیدند. تورگو این فرایند را روشن‌تر از هر کس دیگر بیان کرده. اما کسی که بحث فراموش ناشدنی ضرورت پسنداز پیشاپیش برای گسترش بنگاه و بعد صنعت و آنگاه کل اقتصاد را مطرح کرد، آدم اسمیت بود. او با یقین کامل و شاید با ایمان جزمی که چندان با خلق و خوی معتدلش در برخورد با مسائل نظری سازگار نبود، اعلام کرد که عامل اصلی در توسعه اقتصادی پیشرفت فنی نیست، بلکه پسنداز و سرمایه گذاری است که اختراعات و کاربرد آنها را میسر می کند.
بدین ترتیب اسمیت به این نتیجه رسید که هر پسنداز کننده‌ای دوست و هر اسراف کننده‌ای دشمن جامعه است و در رساله مشهور خود چنین نوشت: هر چیز که فرد از عایدات خود پسنداز می‌کند بر سرمایه خود می‌افزاید و همانطور که سرمایه فرد تنها با آنچه از عایدات سالانه یا سود سالانه‌اش پسنداز کرده افزایش می‌یابد، سرمایه جامعه نیز که همان سرمایه افراد تشکیل دهنده آن است به همان شیوه فزونی می‌گیرد. به عبارت دیگر، پسنداز کل مجموع پسندازهای بنگاه‌ها و افراد است. او این را نیز افزود که عامل اولیه سرمایه گذاری و انباشت سرمایه پسنداز است، نه تولید. عامل اصلی افزایش سرمایه قناعت است، نه صنعت. صنعت چیزی را فراهم می‌کند که قناعت انباشت کرده است. اما صنعت به هر چیز که دست یابد، اگر قناعت سبب پسنداز و انباشت نشود، سرمایه افزایش نخواهد یافت. بنابراین میتوان گفت پسنداز کنندگان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی ولخرجی‌های مصرفان را جبران می‌کنند. بنابراین پسنداز کنندگان یاور جامعه اند و مصرفان بازدارنده آن. در کتاب ادم اسمیت و سرمایه ملل چنین آمده است: اگر اسراف بعضی مردم با قناعت بعضی دیگر جبران نمی‌شد، روش مصرفان نه تنها به افلاس خودشان که نیز به فقر جامعهشان می‌انجامید. بنابراین هر مصرفی دشمن مردم است و هر قناعت پیشه‌ای ولی نعمت ایشان. بعدها مالتوس، مارکس، هابسون، توگان بارانوفسکی و کینز با استفاده از رویکردهای متفاوت با استدلالاتی کم و بیش محکم نشان دادند که این نظریه تا آنجا که تقاضای کل و عرضه کل در چارچوب اشتغال کامل با هم میخواند معتبر است و به خصوص تا آنجا که پول احتکار نمی شود. یعنی پسنداز غیر فعال نمی ماند و پسنداز کننده یا کسی که از او وام می گیرد این پول را تبدیل به سرمایه گذاری می کند. اما نقد کینزی دست کم تا آنجا که بر سیاست‌های مربوط به اشتغال کامل و حفظ آن اثر نهاد چندان موفق بود که در عملکرد سیاست اقتصاد کلان هر تفاوتی میان مخارج سرمایه گذاری و مخارج مصرفی از میان برخاست. این وضع تأثیر فاجعه باری به خصوص بر اقتصاد انگلستان در فاصله سالهای 1950 و 1980 نهاد. یعنی آنگاه که نه تنها سرمایه گذاری جدید بلکه حتی تجدید موجودی نادیده گرفته شد. زیرا مصرف کل برای حفظ اشتغال کامل کافی به نظر می رسید. در واقع کینز می توانست در حق خود بگوید و کینز انگلستان را به تمامی فتح کرد، درست همانطور که دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا را فتح کرد. تردیدی نمیتوان داشت که رشد دراز مدت اقتصاد نیاز به میزان زیادی از پسنداز و سرمایه گذاری از منابع داخلی یا خارجی دارد، حتی در کشورهای صنعتی توسعه یافته. آنچه گفتیم بدین صورت خلاصه می شود که انباشت سرمایه نیاز به پسنداز فراوان برای سرمایه گذاری دراز مدت داشت. منابع مالی سرمایه گذاری مستقیما از پسنداز طبقات توانگر و بانک‌ها و دولت یا در این 1.5 قرن اخیر از همه این منابع تأمین می‌شد. از قرن 20 منابع مالی توسعه در کشورهای جهان سوم را کشورهای پیشرفته تأمین کردند. نمونه بارز آن انباشت دراز مدت سرمایه تجاری و صنعتی در انگلستان است که به طور عمده به دست بورژوازی یعنی طبقات بازرگان تحقق یافت. اما زمینداران روشناندیش نیز در آن شرکت جستند و این فرایندی بود که از نیمه دهه 1970 به بعد روی داد. اما پسنداز مداوم و فراوان تنها در چارچوب جامعه‌ای منطقی است که دچار هراس از غارت و مصادره اموال نباشد. حتی در اروپا انباشت دراز مدت سرمایه نخست با پیدایش شهرهای آزاد مثل بورگ‌ها و نظایر آن که مردم را از گزند دستاندازی فئودال‌ها در امان می‌داشت تشویق شد و سپس با رویداد رنسانس و قدرت گرفتن پادشاهی‌های مطلقه
که از حمایت کامل بازرگانان و طبقه متوسط برخوردار بودند و از ایشان در برابر آریستوکراسی قدرتمند دفاع می‌کردند. انباشت سرمایه مالی تأمین منابع مالی برای اختراع و نوآوری را میسر کرد و از این طریق به توسعه تکنولوژی مدرن و گسترش صنعت، یعنی آنچه انقلاب صنعتی نامیده می شود، انجامید. اقتصاددانان کلاسیک و بعدها نویسندگان تاریخ اقتصادی و متخصصان توسعه با معمایی روبرو بودند که ظاهراً راه حلی که برای خودشان و دیگران قانع کننده باشد نداشت و آن این بود: چرا فرایند انباشت سرمایه در جوامعی مثل ایران در دورانی که ثروتمند و برخوردار از تکنولوژی پیشرفته بودند، یعنی مثلا در اوایل قرون وسطی آغاز نشد؟ روشن‌ترین پاسخ این است که اقدام به پسنداز دراز مدت به علت ترس از غارت و مصادره کار عاقلانه‌ای نبود و در موارد معدودی هم که کوششی به عمل می آمد یا به دلایل دیگر ثروت تجاری انبوهی گرد می آمد، غارت و مصادره این فرایند را قطع می کرد. راه حل ماکس وبر برای آن معما این بود که در جوامع غیر انباشتی چیزی معادل اخلاق پروتستان وجود نداشته است. نظریه وبر در مورد نقش اساسی این اخلاق در شکلگیری روحیه سرمایه‌داری در اروپا بسیار هوشمندانه است، هرچند انتقادهای زیادی نیز بر آن وارد شده است. با این همه پرسشی که در زمینه بحث ما مطرح می شود این است: آیا چنین اخلاقی می توانست در جوامعی گسترش یابد که دست کم در عمل حق دراز مدتی برای مالکیت دارایی وجود نداشت و اگر هم وجود می داشت و دوام می آورد، به دلایلی که توضیح آن دشوار است، وجود این حق به انباشت سرمایه منجر نمی شد؟ در این شرایط دلسرد کننده، حتی اگر پسندازی کلان هم صورت می گرفت، به سبب چپاول و غارت هرگز به انباشت دراز مدت نمی انجامید. در این تردیدی نیست که پروتستانیسم و خاصه برخی از فرقه‌های رادیکال آن فعالانه به تشویق قناعت و سخت کوشی پرداختند. حتی به رغم تأکید لوتر بر رستگاری به واسطه ایمان و آموزه کالوین در مورد سرنوشت تعیین شده از پیش. اما از دیدگاه علمی به راستی نمیتوان تعیین کرد که پروتستانیسم علت رشد بورژوازی و پیدایش سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی بوده یا نتیجه آن، و این همان مشکل علمی آشنا، یعنی تعیین مسیر علیت است، یا همان معمای مشهور مرغ یا تخم مرغ. اما حتی اگر مثل وبر فرض بر این بگذاریم که پروتستانیسم علت بوده، اگر بورژوازی اروپا امنیتی برای ثروت خود نداشت و این امنیت با ظهور دولت‌های مطلقه بعد از رنسانس افزایش نمی‌یافت، چون این پیامدهایی در کار نمی‌بود. بنابراین در پاسخ به این پرسش بنیانی تاریخی که چرا انقلاب صنعتی در کشورهایی مثل ایران روی نداد، این نویسنده در سال 1978 برای تبیین دلیل عمده نبود انباشت دراز مدت سرمایه در جامعه ایران چنین نوشت: مالک ایرانی هیچ حقی بر مالکیت خود و هیچ امنیتی برای عایدات خود نداشت. اموال سرمایه‌دار اروپایی مشمول آزادی خدشه‌ناپذیر میشد و اموال فئودال اروپایی مشمول حق خدشه‌ناپذیر بود. اما عایدات و ثروت مالک ایرانی امتیازی قابل انتقال بود و همین ناامنی شامل درآمد و ثروت بازرگانان نیز میشد، هم در حیات آنان و هم بعد از مرگشان. انباشت سرمایه مستلزم تعویق مصرف فعلی، یعنی پسنداز است و پسنداز مستلزم حداقلی از امنیت و اعتماد به آینده است. نکته جالب این است که در مملکتی که خود پول تا چه رسد به سایر دارایی‌های مادی در خطر مصادره بود، سرمایه مالی انباشت میشد و تجارت برقرار بود. سرتاسر تاریخ ایران و وقایع نامه‌های موجود آکنده از مثال‌هایی از این ناامنی و پیشبینی ناپذیری است. انباشت دراز مدت سرمایه در واقع یکی از شرط‌های لازم برای توسعه صنعتی بود، اما شرط‌های دیگری نیز در میان بود.
تغییرات تصادفی که پیدایش دولت و جامعه مدرن را میسر ساخت، از جمله دولت مطلقه اروپایی که امنیت سرمایه را در برابر دستاندازی آریستوکراسی قدرتمند بیشتر کرد. این عامل هم تقویت کننده روحیه سرمایه‌داری بود و هم از آن نیرو می گرفت و این روحیه همراه با قناعت و پسنداز و سخت کوشی در پی خوشنودی خداوند بود. اگر نکته اصلی در مورد توسعه دراز مدت این چنین مخفول نمانده بود، تأکید بر این گفته زاید می نمود که فرایند توسعه نشانه انتقال جامعه از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و نه صرفاً جریانی که نتیجه‌اش افزایش نمایان سهم کالاها و خدمات صنعتی در کل تولید ملی یا سکولار شدن قانون، سیاست و روابط اجتماعی و یا پدید آمدن جامعه توده‌وار است. همین انتقال همه جانبه است که در ایران به ندرت روی داده، تغییری که مستلزم فرایندی طولانی و مداوم است و گاه چند قرن به درازا می کشد و در موارد معدود هم که پیش آمده هنجارهای بنیانی حکومت استبدادی آن را متوقف کرده و گاه حتی به سقوط و سیر قهقرایی نیز کشانده است و بدین ترتیب تاریخ را بدل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته کرده است. از همین روست که با همه دستاوردهای فرهنگی و فنی در برخی دوره‌ها جامعه سنتی ایران به مراحل توسعه مطابق با اروپای بعد از رنسانس نرسیده است. در فاصله دو انقلاب ایران در قرن 20 تقلید دلبخواه و بی ترتیب از اروپا، یعنی آنچه این نویسنده در جای دیگر با عنوان شبه مدرنیسم از آن یاد کرده، نهادها و سازمانها و کالاها و خدمات جدیدی به وجود آورد. این به خصوص در دو دهه 1960 و 1970 با کمک عایدات فزاینده نفت روی داد که به راستی چون مائده‌ای نازل شده از بهشت بود که در دست دولت ریخت و دولت هم آن را به شیوهی دلبخواه خرج کرد. اما رابطه میان دولت و جامعه اساساً همان بود که بود. به گونه‌ای که در انقلاب دوم، یعنی از 1977 تا 1978 طبقات توانگر یا از انقلاب حمایت کردند یا بی‌طرف ماندند. درست همان کاری که در انقلاب اول، یعنی از 1905 تا 1909 کرده بودند. توسعه نه تنها به اکتساب و نوآوری، بلکه به خصوص به انباشت و نگهداری نیز نیاز دارد، خواه ثروت باشد یا حق و امتیاز یا دانش و علم. جامعه اروپایی جامعه‌ای دراز مدت بود. تغییرات عمده، خواه سقوط فئودالیسم، پیدایش سرمایه‌داری و ظهور دولت لیبرال، خواه رد فیزیک ارسطویی، کیهانشناسی بطلمیوسی و اندیشه سیاسی یونانی رومی یا سلطه کلیسای کاتولیک روم، جملگی در دراز مدت و با تلاش و مبارزه فراوان تحقق یافت. اما وقتی سرانجام تحقق یافت، دیگر غیر قابل برگشت بود و یک چهارچوب اجتماعی جدید، قانون جدید، علم جدید و حتی مذهب جدید برقرار شد که تغییر یا حتی اصلاح آن نیز به زمان و تلاش بسیار نیاز داشت. چنان که اشاره کردیم، جامعه دراز مدت انباشت دراز مدت را میسر ساخت. دقیقاً بدین علت که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای آن میزانی از امنیت را تأمین می‌کرد، یعنی آینده را قابل پیش‌بینی می‌ساخت. در عین حال و به همین دلیل تغییر در کوتاه مدت بسیار دشوار می‌شود. در جامعه دراز مدت انقلاب خواه در قانون یا در سیاست یا در علم رخدادی نادر و استثنایی است، اما وقتی رخ بدهد بازگشت ناپذیر است و بنابراین تأثیراتی دراز مدت دارد. نتیجه گیری: جامعه کوتاه مدت هم علت و هم معلول فقدان ساختار در تاریخ ایران بوده است. این فقدان ساختار به نوبه خود نتیجه دولت استبدادی بود که نماینده حکومت خودسرانه فردی و جامعه خودسر است که هرگاه تسلط دولت بر آن تضعیف شود به آشوب می‌گراید. بدین ترتیب دوری طولانی بین حکومت خودسر و آشوب علیه آن پدید می‌آید. در قیاس با جامعه دراز مدت اروپا، سه ویژگی عمده جامعه کوتاه مدت بدین قرار است: مشکل مشروعیت و جانشینی،
بی‌اعتباری مال و جان و دشواری عظیم انباشت دراز مدت سرمایه که شرط اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی مدرن است. بنابراین تاریخ از دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته تشکیل می شود. در غیاب آشوب در هر دوره کوتاه مدت حکومت استبدادی، امتیازات تملک دارایی، انباشت سرمایه تجاری و توسعه آموزش هنر و علم وجود دارد. اما این چیزها در دراز مدت دوام نمی آورد و زوال یا آشوب در پی دارد. در هر مورد همه اینها وابسته به عقیده و هوا و هوس فرمانروای جدید است که بعد از رفع مشکل عظیم جانشینی به قدرت می رسد. بنابراین اگرچه مالکیت زمین، سرمایه و آموزش در کوتاه مدت قادر به انباشت بود، ماهیت بی‌اعتبار جان و مال و ناامنی فوق‌العاده و پیشبینی ناپذیر آینده نگرش دراز مدت به زندگی را رخصت نمی‌داد. زیرا همه منصب‌ها، عنوان‌ها و امتیازات مالکان و ثروت بازرگانان در خطر آن بود که اگر نه در حیات فرد، در طول عمر 1 یا 2 نسل بعد از میان برود. زندگی نیز پیوسته در معرض خطر نابودی خودسرانه بود و این البته شامل زندگی فرمانروا و خویشاوندان مذکر او و کارگزاران کشوری و لشکری او نیز میشد. مشروعیت و جانشینی در تاریخ ایران. مشروعیت و جانشینی در اروپا. حکومت در ایران باستان استبدادی بود. فرمانروا و کارگزاران برگماشته او را هیچ مجموعه‌ای از قواعد و سنت‌ها محدود نمی‌کرد، مگر سیاست‌ها و تدابیری که برای حفظ قدرت و اختیارات یا به عبارت دیگر جلوگیری از سقوط و برکناری خودشان ضرورت داشت. بنابراین فرمانروایان و کارگزاران زیردست آنان در برابر هیچ کس جز مقام فرادست پاسخگوی اعمال خود نبودند و شخص فرمانروا هم تنها در برابر خداوند مسئول بود. با این اعتقاد که فرمانروایی بر کل جامعه از جانب خداوند به او اعطا شده است. حکومت استبدادی در هر کجا و در هر زمان و در هر چارچوبی در جامعه، در حزب یا در بنگاه اقتصادی به ناچار با مشکل مشروعیت و جانشینی روبروست و این چیزی است که هیچ نظام مبتنی بر قوانین بنیانی محدود کننده و دراز مدت درگیر آن نمی شود. از لحاظ نظری همواره محتمل بود که فرمانروا در محدوده قدرت مادیش بنابر اراده و عزم خود عمل کند، حتی در زمانی که شالوده قدرتش در اصل بر مجموعه‌ای از قوانین و سنت‌ها نهاده شده بود. میتوان گفت که این وضع در دوران حاکمیت سلطنت مطلق یا دسپوتیک که گاه با صفت جدید همراه می شود، بر کل قاره اروپا از حدود سال 1500 تا 1900 حکم فرما بود. در انگلستان از آغاز فرمانروایی خاندان تودور در سال 1485 تا انقلاب شکوهمند سال 1688. در فرانسه از آغاز قرن 16 یعنی از حکومت لویی 12 یا فرانسوای اول از خاندان والوا تا انقلاب 1789 که به حکمرانی مطلق خاندان بوربون پایان داد. در امپراتوری مقدس روم یا هابسبورگ در همین دوره یاد شده تا انقلاب 1848. در پروس از زمان صلح وستفالی در 1648 که پروس رفته رفته به صورت دولتی مدرن درآمد تا انقلاب 1848 و در روسیه از آغاز سلطنت خاندان رومانوف در 1617 تا انقلاب 1905. هرچند سابقه سلطنت مطلقه به دوران امیرنشین‌های نوگورود و مسکوی می‌رسد. حکومت مطلقه در سراسر این دوران و در همه کشورهای اروپایی ویژگی‌های بنیادین یکسان داشت، اما تفاوت‌هایی که بر حسب زمان و مکان پیش می‌آمد نیز مهم بود. برای مثال در فرانسه قدرت در فاصله حکومت فرانسوای اول
و لویی 14 به درجات مختلف شکلی متمرکز داشت. در انگلستان این تمرکز قدرت از دوران هنری هفتم تا الیزابت اول به چشم می‌خورد و در امپراتوری هابسبورگ از سلطنت شارل پنجم تا پادشاهی ماریا ترسا. به همین ترتیب مرکزیت قدرت اجرایی نیز در طول این دوران در سراسر قاره برقرار بود. به طور کلی مرکزیت قدرت اجرایی در دوران رنسانس کمتر بود. علاوه بر این، در بعضی کشورها بسیار کمتر از کشورهای دیگر به چشم می‌خورد. برای مثال قدرت اجرایی در امپراتوری هابسبورگ در قیاس با فرانسه دوران بوربونها مرکزیت بسیار کمتر داشت. در روسیه قدرت اجرایی تمرکز و مرکزیت بسیار داشت و این شاید تا حدودی میراث حکومت مغول در قرون وسطا بود. اما دولت مطلقه از بسیاری جنبه‌ها با دولت استبدادی تفاوت داشت. اگر مقوله قدرت را در نظر بگیریم، حکومت مطلقه به هیچ روی استبدادی نبود. بدین معنی که فرمانروای مطلق به شکلی مشروع در وضع قانون قدرت مطلق داشت، اما قدرت او در برقرار کردن نظام بیقانون مطلق نبود. برای مثال، فرمانروای مطلق چندان قدرت نداشت که بدون رعایت قوانین قضایی موجود فرمان قتل فردی از آریستوکراسی یا طبقه تجار را صادر کند. همچنین حق نداشت اموال یا املاک کسی را غارت یا مصادره کند. البته گاه میشد که مالیات‌های سنگین و بهره کشانه از مردم بگیرند، اما هرگز دیده نشده بود که حکومت یا عاملان آن بی هیچ مقدمه و به گونه‌ای خودکامانه روستاها را به غارت برند. به همین ترتیب مالکان اراضی به موجب قواعد و مقررات سنتی مازاد محصول کشاورزی را از کشاورزان اخذ می‌کردند، اما حق نداشتند کل محصول کشاورز را به کیسه خود بریزند یا چندان که خود می‌پسندیدند از دسترنج او بردارند و پوست کشاورز را بکنند. چارلز استوارت که به گفته کرامول خداوند خود بر تبهکاریش شهادت می‌دهد، نه به اتهام حکومت مطلق که منافاتی با قانون موجود انگلستان نداشت، بل به جرم حکومت استبدادی که مغایر با قانون بود اعدام شد. اگرچه دادگاه انقلابی که او را محاکمه کرد، احتمالاً در توصیف گرایش شاه به حکومت استبدادی اغراق می‌کرد. جالب اینجاست که یکی از جرائم او را اخذ مالیات غیرقانونی معروف به مالیات کشتی که بر مردم تحمیل کرده بود برشمردند. نتیجه این بود که در دولت‌های مطلقه قوانین مشروعیت و جانشینی معمولاً تثبیت شده و تخطی ناپذیر بود. نخست زادگی یا ارشدیت اصلی اساسی در دولت مطلقه و نیز در نظام فئودالی پیش از آن بود. حق جانشینی تابع این اصل بود که به گونه‌ای جدی بر مالکیت اراضی نیز اعمال می‌شد. حق فرزند ارشد دوک یا کنت در ارث بردن ثروت و عنوان او چندان تثبیت شده بود که حق فرزند ارشد شاه در ارث بردن قلمرو پادشاهی او. این نخست زادگی و ارشدیت شامل اولین پسر یا نزدیکترین فرد ذکور از خویشاوندان میشد. در انگلستان از زمان مری تودور زنان در اصل حق سلطنت یافتند. در اتریش فقط ماریا ترسا به تخت نشست، هرچند با مشکلات فراوان و با این شرط که تخت و تاج را با شوهرش تشریک کند. و در روسیه ملکه آنا و کاترین کبیر نیز به تخت نشستند. جیمز ششم اسکاتلند که بعدها جیمز اول انگلستان نامیده شد، به سبب رابطه خویشاوندی دور و پیچیده‌ای جانشین الیزابت اول شد. اما همین رابطه دور به او این حق را داد که وارث تاج و تخت انگلستان بشود. در اینجا لازم است تأکید کنیم که بنابر قانون نه شاه و نه آریستوکرات‌ها حق دخالت در قوانین جانشینی نداشتند، در حالی که تجار و سایر سرمایه‌داران در تعیین وارث ثروت و اموال خود آزاد بودند. این قانون محدود کننده چیز عجیبی نبود، زیرا بقای مالکیت بر املاک فئودالی در گرو همین قانون و قانون توارث بود و از سوی دیگر عضویت در طبقه آریستوکراسی برخلاف طبقه تجار برای فردی از خارج این طبقه بسیار دشوار بود. حتی در لهستان که در دوران قدیم رسم انتخاب شاه رایج بود، فقط اعضای خاندان سلطنتی و آریستوکراسی کهن حق انتخاب شدن داشتند.
در اوایل سال 1570 هانری دوک آنژو را که وارث تخت و تاج فرانسه بود به پادشاهی لهستان برگزیدند. اما این شاه هنوز به ورشو نرسیده ناچار شد به فرانسه بازگردد و با عنوان هانری سوم فرانسه به تخت بنشیند، زیرا برادرش شارل نهم به مرگی ناگهان درگذشت. بدینسان تبعیت توارث تخت و تاج و جانشینی از قوانین و عرف موجود نه تنها در دوران دولت فئودالی که نیز در عهد سلطنت مطلقه اساسی ترین شرط مشروعیت پادشاه بود. جدا از این، حمایت و همکاری کلیسا نیز لازم بود، هرچند در دوران سلطنت مطلقه از قدرت کلیسا کاسته شد. قدرت کلیسای رسمی بعد از رنسانس کمتر از دوران قبل از رنسانس بود، حتی در کشورهای لاتین زبان. با این همه کلیسا یکی از ارکان مشروعیت حکومت مطلقه به شمار می رفت. در واقع در کشورهایی چون اسپانیا، اتریش، فرانسه و انگلستان که برخلاف بخش بزرگی از آلمان، هلند و سوئیس که تحت حکومت پادشاهی یگانه متحد شده بودند، حضور کلیسای رسمی و کلیسای اسقفی برای تحکیم اقتدار شاه ضروری بود. جیمز اول که بر کشوری اساساً پروتستان فرمان می‌راند و جدا از این خود را نظریه پرداز حکومت دسپوتیک کامل می‌دانست، با همه کروفری که داشت این گفته را ورد زبان کرده بود که اسقف نباشد شاه نیست. این حرف در عین حال که بر اهمیت کلیسای رسمی یا در واقع کلیسای اسقفی در مشروعیت بخشیدن به قدرت و اختیارات شاه تأکید می‌کند، این را نیز به روشنی نشان می‌دهد که شاه غیر از خودش به طور رسمی به طبقه ای از مردم نیز وابسته بوده است. آریستوکراسی نیز یکی از ارکان عمده اقتدار شاه بود، هم در دوران فئودالیسم و هم در مقیاسی کوچکتر در دوران سلطنت مطلقه. طبقه تجار یا بورژواها در دوران سلطنت مطلقه از ارکان اجتماعی مهم برای دولت به شمار می آمدند، تا بدان حد که در دوران رنسانس دولت برای کاستن از قدرت اشراف قدرتمند از حمایت این طبقه سود جست و بهترین نمونه آن پیروزی لویی 11 بر نیروهایی بود که تحت عنوان اتحادیه مصلحت عام به رهبری شارل دلیر بورگوندی تشکیل شده بود. با این همه دیری نگذشت که آریستوکراسی و نجیب زادگان بار دیگر در کنار کلیسا از مهمترین ارکان اجتماعی دولت شدند و این دو نهاد با هم پایه‌های مشروعیت حکومت مطلق را استوار کردند. منطقی است اگر بگوییم شوربختی چارلز استوارت بیشتر در این بود که اجزای این دو رکن دولت دست کم تا زمان محاکمه او در 1649 در مورد او با هم اختلاف رأی داشتند. در فرانسه در طول همین دهه 1640 بعد از مرگ لویی 13 و کاردینال ریشیلیو در پی هم، شورش برخی از قدرتمندترین آریستوکرات‌ها و نیز مقامات قضایی پاریس معروف به پارلمان پاریس در دو شورش پی در پی که به نام فروند پارلمان و فروند امیران مشهور شدند، سبب وقفه‌ای طولانی در سلطنت پادشاه بسیار جوان لویی 16 و نایب السلطنه و صدر اعظم او ملک آن و کاردینال مازارین شد. فر ایزدی. در ایران هیچ قانون یا سنت تثبیت شده وجود نداشت تا جانشینی را قابل پیشبینی کند یا قبل از تحقق به آن مشروعیت ببخشد. بنیانی ترین اصل برای جانشینی و مشروعیت ارشدیت یا نخست زادگی نبود، هرچند پسر شاه بودن یا خویشاوند او بودن در این راه مؤثر می بود. آنچه نقش اساسی داشت فر ایزدی یا فیض الهی بود. هر کس که از این فر برخوردار بود می توانست از طریق جانشینی یا به طور مستقیم به تاج و تخت دست یابد و بدین ترتیب حکومت او مشروعیت می یافت. اما پیش از بحث نظری و بررسی پیامدهای عملی این بحث و تفاوت‌های عمده آن با سنت‌های اروپایی، لازم است معنای دقیق و کاربرد عملی آن را از مآخذ اصیل در ادبیات و تاریخ ایران بیان کنیم. شاهنامه فردوسی یکی از مآخذ عمده در مورد مفهوم فر ایزدی و کاربرد آن در ادبیات در وسیع‌ترین مفهوم این اصطلاح است.
در شاهنامه فرمانروایان از آنجا که از این فر برخوردارند از حق جانشینی برخوردار می‌شوند و حکومت آنان به همین دلیل مشروع و دادگرانه شمرده می‌شود. زمانی که راه بیداد پیش گیرند، فر ایزدی و بنابراین مشروعیت خود را از دست می‌دهند. شورش بر فرمانروا از حقانیت برخوردار بود و اگر پیروز می‌شد، رهبر شورشیان لاجرم دارنده فر ایزدی به شمار می‌آمد و جانشین مشروع شناخته می‌شد و بر تخت فرمانروایی می‌نشست. نظریه یا اسطوره فر ایزدی و پیامدهای برخورداری از آن یا از کف دادن آن در عمل در سراسر شاهنامه پراکنده است. خواه در بخش‌های پهلوانی یا حماسی آن و خواه در بخش تاریخی. جالب این که در یک مورد خاص این فر صورت مادی می‌گیرد و جالبتر این که این تجلی در بخش تاریخی روی می‌دهد، یعنی در داستان اردشیر بابکان، بنیانگذار امپراتوری ساسانی. آنگاه که اردشیر از دست اردوان آخرین شاه اشکانی می‌گریزد و اردوان به دنبال او می‌تازد، شاه اشکانی به شهری می‌رسد که پیش از او اردشیر از آن گذشته است. اردوان از مردم می‌پرسد آیا اردشیر را دیده‌اند؟ و آنان پاسخ می‌دهند که آری، دیدند. یکی گفت از ایشان که ایدر گذشت. 2 تن با 2 اسب اندر آمد به دشت. به دم سواران یکی قرم پاک، چو اسبی همی بر پراکنده خاک. به دستور گفت آن زمان اردوان، که این قرم باری چرا شد دوان. چنین داد پاسخ که این فر اوست، به شاهی و نیکختری پر اوست. گر این قرم دریابد او را متاز، که این کار گردد به ما بر دراز. چو بشنید از او اردوان این سخن، بدانست کآواز او شد کهن. همین داستان با آب و تاب بیشتر در کارنامه اردشیر بابکان آمده است. اردوان پرسید که آن 2 سوار که به این آبادی آمدند چه زمان گذشتند؟ مردمان گفتند که بامداد چون خورشید تیغ برآورد، همچون باد بگذشتند و بره‌ای بسیار فربه از پس آنها می‌دوید که از او نیکوتر نیامده. لیک یقین داریم که تاکنون بسیار فرسنگ زمین پیمودند و نمی‌توانید ایشان را گرفتن. اردوان صبح نپایید و بشتافت و چون به جای دیگر رسید، از مردمان پرسید که آن 2 سوار کی از اینجا بگذشتند. ایشان گفتند که نیم روز چون باد از اینجا برفتند و بره‌ای هم در کنار آنها میرفت. اردوان را عجب آمد و گفت گرفتم که آن 2 سوار را میشناسیم، اما آن بره چیست؟ و این را از دستور باز پرسید. دستور گفت که آن فر پادشاهی است و فر کیان. تا به او نرسیده باید تدبیری کنیم مگر او را بتوانیم گرفت. اردوان با سواران سخت بشتافت و روز دوم 70 فرسنگ برفتند. کاروانی آنان را پذیره آمد. اردوان از ایشان پرسید که آن 2 سوار را به کجا دیدید؟ ایشان گفتند که میان شما و ایشان 30 فرسنگ راه است. به چشم ما چنین آمد که از آن 2 سوار یکی بره‌ای بس بزرگ و چابک بر اسب دارد. اردوان از دستور پرسید که آن بره بر اسب چه معنی دارد؟ دستور گفت انوشه باشی، بدان که فر کیان به اردشیر رسید. به هیچ چاره نمیتوان او را گرفت، پس خیشتن را و سواران را رنج مدار و اسبان را مرنجان و تباه مکن. چاره اردشیر از در دیگر خواه. اردوان چون این بشنید بازگشت و به نشستنگاه خیش رفت. سنگنگاره نقش رستم اردشیر را به هنگام دریافت فر ایزدی از اهورامزدا نشان می‌دهد. در اینجا فر به صورت تومار فرمان یا منشور نشان داده شده است. شاه و ایزد هر دو بر اسب سوارند. همه اینها ماهیت ماوراء الطبیعی و اسطوره‌ای فر را نمایان می‌کند.